سلام. ساعت 7:20 است. میبینم سلام علیکم، صبحتون بخیر. من کلاس زبانم الان تمام شده، در راه دانشگاهم. حالا دیگه بریم امروز تو دانشگاه چه کارهایی داریم برای انجام دادن. اون پودرمو دیروز گذاشتم خوش بشه چون با اتانول قاطی شده بود. حالا دیگه امیدوارم خوش شده باشه که برم تبدیلش کنم به قرص. میبینمتون. سلامی دوباره. من برگشتم، پودرم خوش شده. الان میریزمش توی هاون که خوردش کنم و قرص درست کنم. و اینکه پودر قبلی من، یعنی قرص قبلی من پودر کردم دیشب، اونم که حالا دیگه بعد از این میذارم تو دستگاه که کامل پودر بشه. سلام. چی؟ نگفتم. این خانوم دیروز من گفت من خیلی دیر کنم دیگه قبل از نهار میرسم، برای نهار میرسم. نهارشو من گرفتم بردم. و اینکه کلیدم با خودش برده بود، من از دیگه مجبور شدم کلید بگیرم. میشه اینجوریه. الان اسیدشویی کردم کاپای قبلیمو. متاسفانه فیلم ندارم ازش ولی عکسشو اینجا میذارم. به جز اونم الان میخوام قرصمو بردارم ببینم شده یا نه. امیدوارم ترک مرک نداشته باشه. حال ندارم یه کارو 500,000 بار انجام بدم. دوستان بعد از دانشگاه اومدیم ترجیح یک چرخی بزنیم، یکم سیب زمینی و اینا بخوریم و اینکه بعد از این باید برم خونه زبانم رو بخونم. امروز خیلی تلاش کردم ولی قرصم نشد متاسفانه، همش ترک می‌خورد. فردا دوباره باید تلاش کنم. پودر جدید گذاشتم توی دستگاه ولی خب درش نیاوردم. حالا دیگه درش آوردم، اونم باید دوباره به قرص تبدیل کنم. خب سلام، ساعت 10:30 شبه. من تازه رسیدم خوابگاه و اینکه تا الان با دوستان بیرون بودم. اگر بگم ورزش امشب اما همون که بیرون بودم انجام دادم دروغ نگفتم. همونطور که میبینید یه چیزی حدود 10 کیلومتر راه رفتم، 18,000 قدم و فقط میمونه زبانم که امشب انجام ندادم. اونم مشکلی نیست. الان یه مقدار حوصله ندارم ولی یه ساعت دیگه اینا میام پاش. میبینمتون. خب ساعت 3 شبه. من خیلی دوست داشتم از زیر زبان در برم. خوابیدم، یعنی خیلی خوابیدم ولی عذاب وجدان باز دوباره اجازه نداد دیگه. الان خوابم نمیبره. ساعت 3 شب از خواب بیدار شدم، میشینم یکم زبان میخونم که نخونده نرم امروز تموم نکنم.
20 دقیقه صبح. من 2 تا اسکیل هر 2 تاشم ریدینگ انجام دادم. لسنینگا رو گذاشتم که فردا همزمان با کارم انجام بدم و اینکه خیلی خستم. امیدوارم بخوابم ببره 2 ساعت بخوابم، دوباره بلنشم دوش بگیرم و برم دانشگاه. فردا میبینمتون. خداحافظ.